خواهان ازی هستم که در پاکستان حکومت جدید به تمام اموری که مربوط به آن کشور است از نظم و امنیت و تمام مسائل پاکستان رسیدگی خوب بتانه و در مورد افغانستان هم حفظ روابط هر دو کشور را مد نظر بگیرن. توقع همی میرم از حکومت جدید هم همین توقع رو داریم. منافع مشترکی که افغانستان و پاکستان با هم دارن مد نظر گرفته شود. موضوع مهاجرین در این انعطاف صورت بگیره و برخورد قانونی و اصولی صورت بگیره، از جبر و اکراه خودداری شود، تجارت در دو کشور رونق پیدا بکنه، بیشتر زیاد شود و همچنان رفت آمد بین افغانستان و پاکستان سهولت ایجاد شود و همچنان افغانستان خواهان روابط حسن هم در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک با پاکستان است و هم در عرصه های دیگری فرهنگی و دینی میخواه می روابط حفظ باشه و انشاءالله امید میره که حکومت آینده پاکستان به این امور توجه خواهد داشت. جماعت اسلامی افغانستان هم از خود طرف خود در این راستا جدی است و همچنان خواهان جدیت جانب پاکستان هم است. خواهان ازی هستم که در